یه مهارتی رو میشه گفت از بچگی به ما یاد ندادن. مهارت این که رو خودمون کار کنیم، خودمون رو بهتر بکنیم. همش گفتم برو درس بخون، برو دانشگاه، دکتر شو، مهندس شو، ولی تهش چی؟ با چه مهارتی؟ من تو تایم سخت زندگیم چطور میتونم خودم رو بهتر بکنم؟ و اون مهارتی که باید بهمون یاد میدادن یا حداقلش این که خودمون سراغش میرفتیم، مهارت توسعه فردیه. تا آخر این ویدیو با من باش، میفهمیم چرا این مهارتیه که باید یاد بگیریم. با یه سوال شروع میکنم. اصلا توسعه فردی یعنی چی؟ توسعه فردی یعنی عمدن و آگاهانه خودت رو بهتر بکنی، نه صرفا برای موفقیت، برای زندگی که واقعا ارزششو داره. ببین، افکارتو میتونی مرتب کنی، احساساتتو مدیریت کنی، عادتهای خوبی بسازی و در کل با خودت رفیق بشی. به این میگن توسعه فردی. اینم اضافه میکنم که توسعه فردی اصلا این نیستش که شما 4 تا کتاب بخونی و 4 تا ویدیو ببینی و کلا بعدش بیخیال بشی. توسعه فردی یعنی برداشتن یه سری قدم‌های کوچیک برای اینکه برسی به اون نسخه‌ای که خودت عاشقشی. چرا باید از خودت شروع بکنی؟ ببین، تو مرکز دنیای خودتی. هر چقدر هم بخوای شرایط بیرونی رو کنترل کنی، نمیتونی وقتی درونت به هم ریخته است. تهش برمیگردی سر خونه اول، سر پله اول و روز از نو، روزی از نو. مثلا یکی که دنبال موفقیته یا دنبال پول بیشتره، دنبال آزادیه، دنبال هر چیه، نتونه زمانش رو مدیریت بکنه، عادتهای خوبی بسازه، تنبلی رو بذاره کنار، اون هدفها صرفاً رو سرش و اون کاغذی که اونجا نوشته میمونن. اینجا میخوام یه سوال بپرسم و اونم اینه که چی میشه اگر تمرکزمون رو از فضای بیرون بیاریم سمت خودمون و خودمون زومتر بشیم؟ چه اتفاقی میفته؟ در ادامه این ویدیو قراره به پاسخ این سوال نزدیکتر بشیم. میخوام یکی از تجربه‌ای که من خودم شخصا توی مسیر توسعه فردی داشتم رو به شما بگم. من به واسطه کارم که تدوین و فیلمبرداریه، شبا دیر میخوابیدم، صبح زود بیدار نمیشدم و حس میکردم که زندگیم کلاً افتاده روی دور تکرار صبح ظهر شب و این خیلی برام قابل تحمل نبود دیگه. و همینطوری افتادم دنبال این که چطور میتونم صبح زود از خواب بیدار شم، چطور میتونم کلاً عادتهای خوبی درست کنم و یه جمله‌ای رو خوندم. این جمله از ویلیام گلاسر به نظر من خیلی رو من تأثیر گذاشت که میگفت اگر میخوای نگرشت رو عوض کنی، از تغییر یه رفتار شروع کن. به خودم گفتم سجاد، الان دیگه وقتشه که رو خودت کار بکنی، کلاً این عادت‌ها رو درستش کنی. چیزی که بده، حالا میخواد خوب باشه، مثلا در راستای کارت باشه، خب بده دیگه آقا، شب بیداری بده، صبحش اصلا انرژی نداری، مگر اینکه تا ساعت 3 بعد از ظهر بخوابی و اون موقع هم که نصف روزت از دست رفته. خلاصه تصمیم گرفتم صبح زودتر از خواب بیدار بشم. روزهای اولش واقعا فاجعه به تمام معنا بود. یعنی آلارم میزد، من از جام بلند نمیشدم، پتو رو میکشیدم رو و میخوابیدم. و خلاصه رفته بهتر شد و فهمیدم که این عادت خوبه که دارم درست میکنم روز چیزای خیلی مهمی داره تاثیر میذاره. یکی این که روزم رو با حس خوبی استارت میزنم، یه دوش میگیرم، میام سر کار و کارام رو به نحو احسن انجام میدم و کلا اون کارهایی که باید توی روز انجام میشد رو انجام میدادم. قبلا که با اینکه زیادتر کار میکردم، شبا کار میکردم، شب بیداری ها داشتم، ولی فهمیدم این صبح زود بیدار شدنه خیلی بهتر از شب بیداری بود برای من. چند تا نشونه که بهت نشون میده وقتشه که توسعه فردی رو شروع بکنی. اگه همیشه احساس خستگی و بی‌انگیزگی داری، باید توسعه فردی رو شروع بکنی. اگه حس میکنی از آینده میترسی ولی هیچ کاری هم براش نمیکنی، هیچ هدفی هم نداری براش، باید توسعه فردی رو شروع بکنی. اگه حس میکنی توی یک چرخه‌ای گیر افتادی، باید توسعه فردی رو شروع بکنی. و خیلی از این مثال‌ها و موارد و نشانه‌هایی که خودمون اگر بیفتیم دنبالش بیشتر میفهمیم راجبش، ولی حرف کلی اینه که اینا نشونه شکست نیستن، اینا معنای شکست نیستن، اینا سیگنالایی هن که بهت میگن باید بیای توی این مسیر، باید بیای تو مسیر توسعه فردی، باید خودت رو بهتر بکنی تا از این احساسات منفی دورتر بشی، کلاً خودت رو به یه نسخه‌ای بهتر از خودت تبدیل کنی. همین الان پاشو برو یه دفتر و خودکار بردار، بیا رو به این سوال جواب بده.
کدوم بخش از زندگی من نیاز به آپدیت شدن داره؟ نیاز داره که بهتر بشه. رو راست باش. قرار نیست قضاوت بشی. قراره که بهتر بشی. همین. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. ازت میخوام کامنت بذاری و بگی که از فردا میخوای رو کدوم بخش زندگیت کار کنی و چه عادت بدی رو به یه عادت خوب تبدیل بکنی. حتما برام کامنت بذار، میخونم. و کانالم داشته باش، سابسکرایب کن حتما، چون که وقتشه جزو اون دسته آدمایی باشی که به خودشون اهمیت میدن و توی مسیر توسعه فردی میمونن. میخوام با یه جمله از مارک توین، نویسنده و طنزپرداز آمریکایی، این اپیزود رو ببندم. اگر اهداف روشن نباشد باید دوچندان تلاش کرد. مراقبت کنید. اگه از این ویدیو خوشت اومد و برات مفید بود، مطمئنم که این ویدیو هم بهت کمک میکنه. از دستش نده.